سلام دوستان، فرزانه هستم، مجری برنامه پرواز اندیشه. امروز با یک برنامه هیجان انگیز با شما هستیم. برنامه امروزمان درباره آتشفشان یا همان ولکان ها است. آیا می‌دانید ولکان ها چگونه به وجود می آیند؟ فوران آتشفشان پدیده است که از سالهای اولیه وجود زمین رخ می داده است. هر قدر از سطح زمین پایین تر برویم متوجه می شویم که حرارت بالا و بالاتر می رود، به طوری که حرارت در عمق 30 کیلومتری به 1200 درجه می رسد و می دانیم که در این دما سنگ ها به صورت گداخته هستند. وقتی سنگ می جوشد، گازهای از آن حاصل می شود که حجمش خیلی زیاد است و به فضای وسیعی نیاز دارد. به این دلیل سوراخ های کوچکی پیدا می کند و دودهای تیره رنگ از آنها بیرون می آید. وقتی فشار گازهای داخل حجره تختخانه از فشار وزن اطراف و اتمسفر زیادتر باشد، مواد مذاب با فشار عجیبی فوران می‌کند و هرچی در سر رهشان است می‌سوزانند و از بین می‌برند. ولکان‌ها زمانی فوران می‌کنند که سنگ‌های مذاب از اعماق زمین به سمت پوسته سخت و بیرونی بالا می‌آیند و به سطح می‌ریزند. این سنگ‌های گداخته شده که مگما نام دارند وقتی به سطح می‌رسند لاوا نامیده می‌شوند. معمولاً دهانه‌های سوراخی که به این وسیله باز شده است با مواد مذاب دوباره پوشیده می‌شود. مدت بعد وقتی دوباره فشار محفظه مواد مذاب بیشتر می‌شود، این بار به سادگی همان دهان‌ها را باز می‌کنند. همکنون آمریکای مرکزی یکی از فعالترین نقاط کوهی آتشفشان است. به طور مستقیم در زیر پوسته زمین لایه‌های سنگی وجود دارد که به علت درجه حرارت بالا در هسته ذوب شده و باعث تشکیل مگما می شود. مگما دارای گازهای گوناگون به ویژه دی اکسید کربن، بخار آب و دی اکسید سولفات است. در طول زمان حجم گازها به 1000 برابر افزایش می‌یابد که در نتیجه آن فشار روی پوشش بیشتر شده و باعث فوران آتشفشان می‌شوند. فرایند اینکه چرا آتشفشان فوران می‌کند شبیه به زمانی است که شما یک نوشیدنی گازدار را تکان می‌دهید و زمانی که درب آن را باز می‌کنید گاز آن به طور ناگهانی می‌براید. بعضی از آتشفشان‌ها مرتب آتشفشانی می‌کنند، اما برخی دیگر گاه و بیگاه فعالیت می‌کنند. وقتی آنها فعالیتی ندارند، به آنها آتشفشان خفته می‌گویند. و اما از خطرات آتشفشان. خطرات مانند ابرهای خاکستر، باران خاکستر، زمین جنبی و یا سونامی وجود دارند. آتشفشان‌ها همیشه هم بد نیستند. می‌دانید برای چی؟ اگرچه آتشفشان‌ها ویرانی‌های بسیاری ایجاد می‌کنند، لیکن خاک حاصل از خاکسترهای آتشفشانی بسیار حاصل خیز است. سنگ‌های آتشفشانی در ساختمانسازی و صنایع شیمیایی کاربرد دارند. می‌دانید ما چند نوع کوهی آتشفشان داریم؟ آتشفشان سپری، کاسه آتشفشان و آتشفشان سنگی. دوستانی عزیزم، برنامه امروزمان هم به پایان رسید. امیدوارم برایتان جذاب باشد و لحظه های خوبی را گذرانده باشد.
تا یک دانستنی دیگر، خدا نگهدار.